سلام، به به، خوش آمدین، بفرمایید. فکر نمی‌کردم اینقدر به موقع تشریف بیارید. من عاطفه سادات ترابی، مدرس خیاطی، دوست دارم که یک روز از زندگی من رو همراه هم باشید. دسته بر غذا. امروزم که من خیلی کارام زیاده، مجبورم اول غذام رو آماده بکنم که از سر کار که برمیگردم بی ناهار بی شام نمونیم. و امروز علیرغم میل ایلیا دارم عدس پلو درست میکنم. نه اینکه همیشه غذاهام حاضری باشه، ولی امروز سعی کردم یه غذای سریع آماده کنم که بتونم به بقیه کارام برسم. میدونید وقتی من بعد از ظهرها از سر کار برمیگردم معمولا خیلی خستم و اون انرژی لازم رو برای درست کردن غذا ندارم. چیزی که همه میپرسن، براشون سواله چجوری به کارهای خونه میرسی و چجوری کارهای بیرونت هم انجام میدی. معمولا من از 6:30 صبح که بیدار میشم اولین کارهایی رو که انجام میدم آشپزیم هست، چون که به نظر من درسته که شاغل هستم، ولی به نظر من گرمای خونه یک قسمتیش به آشپزخونه و اون غذایی که مامان درست میکنه بستگی داره. آره، همش هم به من همین رو میگن تو شوهرت حمایتت کرده. ما شوهرمون همش سنگ میندازه جلو پامون. خب در صورتی که خب یه جاهایی هم بوده که خب بالاخره منم با ایشون تفاهم نداشتم، با هم یه کلنجارایی رفتیم تا به یه نتیجه رسیدیم، ولی خب این حمایتشون بوده، یعنی موافق بوده با کار من، چون دید که علاقه من به این کار اینقدر زیاده و هیجان منو واقعا وقتایی که من لباس میدوختم، کاری انجام میدادم، یه طرحی میزدم، اصلا از یعنی تعجب میکرد از این همه حس و حال خوبی که من دارم. و همین این تاییدایی که میکردن خیلی باعث شدش که منم انگیزم بیشتر بشه. یه کار دیگه خوبی که میکردن، خیلی تو جمع همیشه این کار منو بزرگ میکردن. البته تو دلم گفتم حالا مثلا چه لزومی داره مثلا این داره در مورد کار من تو این جمع صحبت میکنه. من که کار خاصی اون موقع خب مثلا آموزشگاه که نداشتم، فقط در حد اینکه برای خودم و اطرافیان مثلا یه کاری انجام میدادم. ولی الان که فکر میکنم میبینم همون ارزشی که به کار من داد توی خانواده، همون خانواده شدن مشتریای اولیه من. من یه پرسنل زیاد دارم، ولی خب چند نفرشون هستن که واقعاً وفادارانه، خالصانه، دوستانه تو مجموعه مشغول کارن. کسی که همیشه به شما زنگ میزنه، تماس میگیره، ساعتهای کلاس رو باهاتون فیکس میکنه و قسمت بعدش برای پرداخت شهریه ها باهاتون صحبت میکنه، مسئولش خانم طلایی عزیزه که واقعا دقتشون و مسئولیت پذیریشون عالیه، عالی. خب ما رسیدیم الان محل کارم، آموزشگاه، خونه دوم من. بیشتر وقت من اینجا صرف میشه.
بریم الان محیط کارمو نشونتون بدم. من بیام بچه ها؟ بفرمایید. مرسی. آتی جان من بیام. مرسی. توی آموزشگاه به این شکل هستش که من یک سری مربی دارم که قسمت‌هایی از تدریس رو به اونا محول کردم، اونا کارهای آموزشی رو انجام میدن و خودم هم حتما تو همه کلاسام حضور دارم و کارهای بچه‌ها رو چک میکنم. نمیدونم شما رو، ولی من روزهایی که خیلی کارم زیاده و خستم ترجیح میدم قبل اینکه برم خونه خلوتی واسه خودم داشته باشم. اون خستگیه، اون شاید یه چیزایی که کوچولویی که آدمو ناراحت میکنه، سعی میکنم تو اون خلوت خودم اول اونا رو پاک کنم، کمی یه ذره که سبک شدم بعد برم خونه. خب با خودم میگم که خب چه تقصیری داره حالا ایلیا یا محمد که من حالا خسته ناراحت برسم خونه. به خاطر همین یه جاهایی میرم. امروز هم دارم الان میرم یه کافه، اتفاقا خیلی هم نزدیکم هستش، خیلی نزدیکه و خوبیش به همینه که تو ترافیک دیگه خیلی نمیمونم. اون چیزی که خیلی آزارم میده، ناراحتم میکنه، ضعیف بودن و ضعیف موندن زنا هستش. دوست دارم تو جایی که هستم هر طوری که از دستم برمیاد، هر طور که در توانم هست به خانوما کمک کنم. فکر میکنم و به این نتیجه رسیدم که ما زنا خیلی قدرتمندتر از این چیزی هستیم که خودمون و آقایون فکر میکنن و واقعا دوست دارم که تو این زمینه اگر خودم تونستم به این موقعیت برسم کمک کنم که هم نوعای خودم، خانوم‌ها، دخترها، حتی خانوم‌هایی که تو سن میانسالی هستن به اون قدرت و به اون اعتماد به نفس برسن که در برابر هر چیزی کم نیارن. معمولا من خریدامو از این قسمت انجام میدم. الانم عجله‌ای باید یه خرید رو انجام بدم، تحویل کارگاه بدم، برم دنبال بقیه کارا. من به جرئت میتونم بهتون بگم که 80-90% کار انتخاب صحیح پارچه است. اگر شما پارچه ای رو صحیح انتخاب کنید برای مدلتون، چند تا قدم صحیح رو شما برداشتید تا اینکه پارچه‌تون اشتباهی باشه، مدلتون هم اشتباهی باشه، مسلما نتیجه خوب و خروجی خوبی نخواهید داشت. ببینید جنس های پارچه خیلی متفاوت هستن. این پارچه الان ارگانزا هستش، پارچه آهارش زیاد هستش و توی لباس ایستایی خیلی زیادی داره و برای اگر که دنبال لباس هایی هستید که
ریزش داشته باشه این پارچه اصلا پارچه مناسبی نیستش، یا این پارچه ژاکارد هستش. دوباره اینم پارچه‌ای هستش که به نسبت اینم باز ایستایی زیادی داره. پس برای دوخت خوبتون سعی کنید که اول مدلتون رو انتخاب بکنید و بعد بر اساس مدلتون شما بیاین و پارچه‌تون رو انتخاب بکنید. هیچ وقت اول پارچه رو نخرید و بعد براش مدل انتخاب بکنید. چون خیلی سرم شلوغه، کارام زیاده، نمیتونم به مامان سر بزنن، گفتم براش یه گل بخرم، براش بفرستم سورپرایزش کنم. مامانی برات بذاره یک چند تا شاخه گل گرفتم، میدم پایین به آقا حمزه که بهت بده. فداتشم قربونت، حتما منم میبوسمت مامان جان، قربونت برم. فداتشم، خداحافظ. ممنون از اینکه یک روز همراه من بودین و این روز پرمشغله رو با من گذروندین. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.